السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. با یاری الله سبحانه و تعالی به یک چند سوالهای شما انشاءالله جواب میگوییم. میگویند بعد نماز بامداد در جایگاه دراز کشیدگی قرآن یا که کتابهای دعاها عموما اسلامی خواندن روا است؟ بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله و اصحابه و من والاه. اما بعد، در صحیح بخاری و مسلم ثابت است که حضرت عایشه رضی الله عنها میگویند که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یتکئ فی حجری و انا حائض فیقرأ القرآن. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به آغوش من تکیه میکردند و قرآن قرائت میکردند و حالا که من حائضه بودم، یعنی عادت ماهانه داشتم و جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بر آغوش من تکیه میکردند، یعنی در حالتی که پیامبر علیه السلام دراز کشیده بودند و به آغوش حضرت عایشه تکیه کرده قرآن میخواندند، یعنی از حفظشان. و اگر در جای خوابتان در حالتی که دراز کشیدید، خواه از قرآن اگر به طهارت باشید یا بی طهارت باشید، بدون قرآن اگر قرآن قرائت کنید، حفظ تکرار کنید، مثلا یا ذکر کنید یا مثلا دیگر کتاب ها را خوانید، اجازت است. و حضرت عایشه رضی الله عنها در دیگر حدیث هم گفتند که کان رسول الله صلی الله علیه و سلم یذکر الله علی کل احیانه. جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم الله تعالی را در تمام احوالشان ذکر میکردند و قرائت قرآن هم ذکر هست. بنابراین در حالتی به پهلو خوابیدن یا تکیه کردن اجازت است خواندن. والله تعالی اعلم. سوال دیگر میگویند که مادر و همسرم را عمره فرستانیدم و خودم 5 روز پیش از ویها رفته بودم، آنها را خود قبول کردم، همین کارم درست باشد یا نه؟ التماس جوابش را تید. چیکار کنم که انشاءالله قبول شود عبادتمان؟ گفتم بله، البته شما باید سوال را پیش از اجرای عمل میپرسیدید، برای آنکه انسان پیش از آنکه عمل را اجرا کند باید علم داشته باشد. خیلی که امام بخاری رحمت الله علیه در صحیح بخاری گفتند که باب العلم قبل القول والعمل، باب در این باره که علم پیش از سخن و عمل، پیش از آن که عمل اجرا کنید شما باید علم داشته باشید. پیش از آن که حج میرید یا عمره میرید باید آیید احکام حج و عمره، آیید احکام سفر علم داشته باشید. البته این کار شما خطا است که بعدی عمل میپرسید، لیکن بهتر است از آنی که عموما نمیپرسد. ولی کار شما خطا است، هم از جهتی سوال را به قفا پرداختنتان، هم از جهتی آن که از همسر و مادرتان تنها سفر کردید. شما که مادامی که عازم سفر حج یا عمره هستید باید همراهی محرم مادر و همسر خود را همچون محرم همراهی آنها میرفتید، آنها را بدون محرم گذاشتید. و قول جمهور علما زنها باید به حج، علل خصوص مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه، بدون محرم حج کردن گناه است، یعنی باید همراهی محرم حج می رفتن. یعنی در اینجا شما خطا کردید که مادر و همسرتان را تنها فرستانید. شما فقط به صفت عمل و عدد عمل نظر نکنید که 3 نفر عمره کردیم، به آن نظر کنید که الله تعالی کدام عملی ما را قبول میکند. در مسجد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم یک مرد که ریشهاش تراشیدگی هست نزد یک عالم می آید و میپرسد که ما شنیدیم که مسجد قبا رفتن در روز شنبه سنت بوده است، آیا همین صحیح است؟ گفته وقتی که آن عالم را میپرسند، آن عالم در جواب میگوید که ریش را نتراش، انما یتقبل الله من المتقین، الله تعالی از تقوادارها عبادت ها را قبول میکند، از آدمی که پرهیزگار است، طبق امرهای الله و امرهای رسول الله عمل میکند، از آن الله تعالی قبول میکند. گفتند
یعنی به سوالش جواب نداده به دیگر چی گذاشتن. یعنی اگر خواهی که عملت در نزد الله تعالی مقبول شود، تو در دیگر جایها هم پرهیزگار باش و تقوا باش، چون که الله تعالی در سوره مائده میگوید که انما یتقبل الله من المتقین، الله تعالی فقط از تقوادارها قبول میکند. بنابراین به هر حال این کاری کردگیتان غلط است و طبق بعض علما که سبوک گرفتند و رخصت دادند که اگر از آنها همراهی جماعتی از زنها سفر کنند و خوف زنا نباشد در سفر آنها، یعنی بی محرم سفر کردن اجازت است، ولی این قولی ضعیف است. قول صحیح این که زن باید با محرم به سفر براید. والله تعالی اعلم. خب میگویم که السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بسیاری ها نماز سنت را تیز میخوانند. سوره فاتحه را تمام نکردم الکی آنها یک رکعت میخوانند. آیا این خیل خواندن نماز درست است؟ در صحیح بخاری و مسلم ثابت است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم روز وارد مسجدشان شدند صلوات الله و سلام علیه، و یک مردی هم از پس رسول الله صلی الله علیه و سلم به مسجد در آمد و 2 رکعت نماز تحیات مسجد خواند. سپس به نزد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده و پیامبر علیه السلام سلام داد. فرد علیه السلام، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم به سلام او علیک گرفتند، جواب گردانیدند. سپس گفتند که ارجع فصلی فانک لم تصلی، برگرد نماز گزار که تو نماز نخواندی. گفتند و ببینید او نماز خواند 2 رکعت، لیکن پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که برگرد نماز گزار، یعنی گشته از نو نماز خوان که تو نماز نخواندی. گفتند او نماز خوانده بود. این دلالت میکند که کدام انسانی که شرطهای نماز، شرطهای عموما غیر نماز دیگر عملها را هم اجرا نکند، گویا اون عمل را اجرا نکرده است. بعد رفته از نو 2 رکعت نماز خواند و باز به نزد رسول الله صلی الله علیه و سلم آمده سلام داد. پیامبر صلی الله علیه و سلم به سلام او علیک گرفتند و گفتند که ارجع فصلی فانک لم تصلی، رو نماز گزار که تو نماز نگذاشتی. بار سیوم این عمل را اجرا کرد. پیامبر صلی الله علیه و سلم ارجع فصلی فانک لم تصلی، برگرد نماز خوان که تو نماز نخواندی. گفتند بعد مراتبه سیوم پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ارجع فصلی فانک لم تصلی، برگرد نماز خوان که تو نماز نخواندی. بعد گفت که فوالذی بعثک بالحق، قسم به آن ذاتی که شما را در حقیقت پیغمبر کرده فرستانیده است. یا رسول الله ما احسن غیر هذا، من از این دیگر نماز خوشرو خوانده نمیتونم، فعلمنی، برای من تعلیم ده. بعد جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که وقتی که نماز خواندنی شوی طهارت را مکمل کن، بعد از آن روی به قبله آر و همین گونه قرائت سوره فاتحه خوان و آن سوره هایی که به تو میسر است بعد سوره فاتحه قرائت کن. سپس رکوع کن. گفتند یعنی بعد از ضم سوره حتی تعتدل راکعا، حتی در رکوع معتدل استی، آرام استی. ثم ارفع حتی تعتدل قائما، سپس از رکوع برخیز حتی معتدل و آرام بیستی. ثم اسجد حتی تطمئن ساجدا، سپس سجده کن حتی در سجده استوار و آرام استی. ثم ارفع حتی تعتدل جالسا، سپس نشین یعنی از سجده برخیز و حتی آرام و خوشرو بشین. یعنی سراسیمه بین رکنها این نادرست است. باید بین رکنها آرامی و اعتدال. رکنی از رکنهای نماز است. کسی که تیز میخواند این منع است. پیامبر صلی الله علیه و سلم مانند دانخوری مرغ نماز نگذارید گفتم. بنابراین به نماز خود اهمیت دهید و همه ارکان آن را به جا بیارید. والله تعالی اعلم. من همین گونه نمازها سبب میشد که بعد سوال ها آمده است که من نماز میخوانم ولی به زنا میروم، نماز میخوانم ولی فلان عمل ها را اجرا میکنم. الله تعالی میگوید که این الصلاة تنهی عن الفحشاء والمنکر، نماز از کارهای فحشا و از کارهای منکر نگاه میدارد. وقتی که نماز شما از کارهای فحشا و منکر نگاه نمیدارد، این دلالت نمیکند که الله تعالی خطا کرده است و الله تعالی سخنی دروغ گفته است. حاشا، الله پاک است از این خیل. همه سخنهای الله تعالی حق
است و درست است. عیب در نماز شما هست که نماز شما غلط است. شاید طهارت شما نادرست است، نماز شما غلط، سوره فاتحه شما نادرست است، رکوع شما نادرست است، سجده شما نادرست است. بنابراین نماز شما بعد از کارهای گناه شما را نگاه نمی‌دارد. بنابراین به نمازهای خود اهمیت دهید برادرای عزیز. نماز وقتی که شما با تمام ارکانش اجرا میکنید، نماز به آسمان برآمده در حق شما دعا میکند اللهم احفظه کما حفظنی. پروردگار این بنده را محافظت کن چه خیلی که او را محافظت کرد، احتیاط کرد، تمام ارکان نماز را چه خیلی که اجرا کرد، تو هم پروردگار این بنده را نگاه دار. گفته نماز دعا میکند والله تعالی اعلم. میگن التماس به سوال ها جواب دهید، الله جزای خیر دهد و برای شما هم جزای خیر دهد. ان شاء الله کوشش میکنیم به سوال های همه سوال دهنده ها جواب گوییم. ما در یک نوار سبب بعضی سوال ها را جواب ندادنمون را گفتیم که یکی بعضی ها تکرار است، بعضی سوال های مسئله قضا هست که اون سوال ها را در حالتی نبودنی دویم طرف جواب دادن ممکن نیست و بعضی سوال های مثلا امتحانی هست. از بوی سوال میبید که انسان سوال میدهد با مقصد امتحان کردن علم یا با مقصد فتنه انداختن. البته قلب ها را الله تعالی میداند، لیکن لفظ سوال دهنده چنین یعنی حس میکند انسان که همین گونه سوال های بی معنا هست. ان شاء الله ما حرکت میکنیم به همه سوال ها به قدر امکان پاسخ گوییم. بعد گفتن که خیر دعا کردین جزاک الله خیرا. در حق ما تمام مسلمان های روی زمین دعاگو باشید، علل خصوص در حق آنهایی که بی گناه در زندان در زیر ظلم ظالمند و در حق جوانان زنگیر دعا کنید. البته الله تعالی را بعد حمد و ثنا و سلام و درود به پیامبر علیه السلام پرسان هستیم که الله تعالی گناه های ما شما گناه های جمله مسلمین دنیا را مغفرت گرداند، گذشتگان آنها را نیز رحمت و مغفرت کند و اینچنین آن برادر و خواهرانی که در زندان ها ایام خود را پسی سر کرده ایستادن، الله تعالی آنها را هر چیز زودتر رهایی و کشایش برایشان نصیب روزی گرداند و آن روزهایی که در تقدیرشان نوشته شده است و در آنجا میشینند آن روزها را برایشان روزهای بهترین گرداند تا اینکه وقتهای خود را ضایع نکنند و با علم و با عبادت مشغول شوند و به پدر و مادر و همسر و فرزندانشان و نزدیکانشان الله تعالی صبر جمیل نصیب روزی گرداند. الله سبحانه و تعالی آن برادر و خواهرانی که عائله دار شدن میخواهند هر چیز زودتر برای آنها جفتی مناسب جفتی صالح برایشان نصیب روزی گرداند تا عائله برپا کنند و خوشبخت باشند. آمین. اللهم صل و سلم علی نبینا محمد. سوالی داشتم، آیا نماز ویتر را همیشه 3 رکعت خواندن بدعت است یا باید 1 3 5 تا 9 رکعت خوانی؟ جزاک الله خیرا. گفتم نماز ویتر را همیشه 3 رکعت خواندن بدعت نیست و اینجا 3 سوال عاید نماز ویتر آمده است، بنابراین سوال ها را میخوانم بعد انشاءالله به قدر امکان جواب میدیم. میگفتید با کدام دلیل نماز ویتر در مذهب ما یعنی حنفی واجب است و طرز خواندن آن؟ و سوال دیگر، طرز درست خواندن نماز ویتر را که رسول الله صلی الله علیه و سلم میخواندند شرح میدادید. از یک برادران اهل سنت و الجماعت شنیدیم که نماز ویتر به تشهد خوانده میشد و دعای قنوت بعد از رکوع خوانده میشد. آیا این حقیقت دارد؟ بله، در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نماز ویتر حکمش واجب است، لیکن واجب در اصول مذهب حنفی از واجب جمهور علما فرق میکند. واجب در نزد جمهور علما یعنی فرض است. واجب در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه بعد فرض می ایستد، مرتبهش بعد فرض است و از سنت مؤکده بالاتر است. یعنی فرض چیست؟
فرض یک عملی که اجرا کردنش حتمی و ضروری است، مانند خواندن 2 رکعت نماز فرض بامداد، و ترکش گناه است که الله تعالی عقاب وعده کرده است. اما واجب چی؟ واجب اجرا کردنش ضروری هست ولی ترکش بیم عقاب است میگوین، یعنی احتمال آمدن عذاب است، احتمال است که الله تعالی تاریک آن را جزا دهد. بنابراین مذهب ما واجب میگوید. اما قول صحیح ویتر هم از جمله سنت های مؤکده هست، بلکه احتمال سنتی بامداد 2 رکعت سنتی بامداد از نماز ویتر با قوت است. هر دو را جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم نه در سفر نه در حضر ترک نمی کردند. سنتی بامداد را هم ترک نمی کردند، ویتر را هم ترک نمی کردند. و در مسئله سنتی بامداد گفتند که رکعت الفجر خیر من الدنیا و ما فیها. 2 رکعت سنتی بامداد از دنیا و از آن چیزی که در دنیا هست بهتر است گفتند. این در حق ویتر نآمده است. و خلاصه نماز ویتر بله حتی بعض علمای حنبلی مذهب میگن که آن نمازی که در واجب بودن آن اختلاف است بهتر از آن نمازی که در واجب بودن آن اختلاف نیست. مثلا 2 رکعت سنتی نماز شام یگان کس نگفته است که واجب است، یعنی اختلاف نیست، همه میگن که سنت است. اما نماز ویتر رو مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه واجب میگوید، دیگرها سنت میگویند. این دلالت میکنه که نماز ویتر بهتر از سنت های مثلا شام و خفتن و سنت پیشین و از دیگر سنت ها. برای چی؟ برای اینکه در حق این نماز اختلاف شده است که واجب گفتن بعضی علما. اما مسئله طرز درست خواندنش بهترین طریقه این است که 2 رکعت میخوانید، سلام میدهید، بعد 1 رکعت دیگر میخوانید و در رکعت همین آخر که همین ویتر است. ویتر معناش طاق است. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند که ویتر را الله تعالی دوست می‌دارد، پس شما ویتر خوانید. ویتر به معنای طاق. نماز ویتر ما 2 نماز ویتر داریم، یکی در نمازهای 5 وقته که آن شام است، دیگری در نمازهای نافله شبانه که آن ویتر است، که پیامبر علیه السلام ما را امر کردند که آخرین نماز ما ویتر باشد. اجعلوا آخر صلاتکم باللیل ویترا، آخرین نمازتان در شب ویتر باشد، یعنی نماز طاق باشد گفتم. بنابراین بعد 2 رکعت خوانده سلام دادن 1 رکعت ویتر میخواند. ویتر برای آن که طاق است. سوره فاتحه میخواند، سوره اخلاص میخواند، بعد الله اکبر گفته به رکوع میروید و بعد اینکه از رکوع خیستید و ذکرهای بعد رکوع را کردید، بعد از آن دستها را برداشته دعای قنوت میخوانید. یعنی دعای قنوت فقط یک دعا نیست، خیلی که در مذهب حنفی یک دعا را ذکر میکنند. دیگر میتوانید دعاها هر چیز طلب و درخواستی که خودتان دارید یا دیگر دعاهایی که از پیامبر صلی الله علیه و سلم وارد شده است یا در قرآن کریم آن دعاها را الله تعالی خبر داده گفته است که ما این دعاها را قبول کردیم، دعاهای قرآنی و دعاهایی که در حدیث ها صحیح آمده است، آن دعاها را شما میتوانید خوانید، بعد از آن به سجده میروید و این بهترین طرز خواندن نماز ویتر است. بعد این می ایستد 3 رکعت را یک جایه میخوانید، یعنی در مابینش به اتحیات نمیشینید، در رکعت دوم به تشهد نمیشینید و بلکه با یک تشهد 3 رکعت ویتر را میخوانید. نماز ویتر قول صحیح از 1 رکعت تا 11 رکعت است، یعنی کسی میتواند 1 رکعت خواند، خیلی که حضرت معاویه گاه 1 رکعت میخواند. کسی میخواهد، لیکن این بهتر نیست. بهتر این است که اقلا 3 رکعت خواند، یا 5 رکعت یا 7 رکعت یا 9 رکعت یا 11 رکعت، از همه بسیارش 11 رکعت. و بهترینش شما 8 رکعت نماز تهجد خوانید، 2 رکعت 2 رکعت، و در آخر 2 رکعت دیگر میخوانید. در رکعت یکم سبح اسم ربک الاعلی میخوانید، در رکعت دوم قل یا ایها الکافرون میخوانید، سلام میدهید، بعد از آن 1 رکعت دیگر میخوانید، در آن سوره فاتحه و اخلاص را خوانده و دعای قنوت میخوانید. این بهترینش. دوم مرتبه آنه که بدون
التحیات یکسره 3 رکعت یا 5 رکعت یا تا 11 رکعت میخونید. این دویمینش. اما سیومینش خیلی که در مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه میخونن 2 رکعت میخونن و التحیات میخونن و با الله اکبر گفته خیسه 3 رکعت رو میخونن. این یعنی ضعیف است. حدیث های ضعیف تکیه به حدیث های ضعیف کردن. حدیث های صحیح برخلاف این است. لیکن شما گمان میکنید که خیلی که 2 قولی بالایی رو ذکر کردیم، پیامبر صلی الله علیه و سلم آنگونه میخوندن و قول صحیح هم همان است. آمدید که یک امام امامتی میکند که طبق مذهب امام ابو حنیفه رحمت الله علیه نماز گذاشته ایستاده است. چیکار کنید در این وقت؟ خوانید در قفایش. شیخ الاسلام رحمت الله علیه میگویند که یک انسان که دارای مذهبی مثلا شافعی هست آمد که امام حنفی هست، حالا که در مذهب حنفی بعضی احکام از شکننده های طهارت مذهب حنفی از شکننده های مذهب شافعی فرق میکنه. مثلا در مذهب شافعی خون طهارت را نمیشکند، در مذهب حنفی میشکند. حنفی مذهب آمد که امام شافعی هست، میدونید که امام اگر از امام خون برآمده باشد نماز خوانده میگیرد. یعنی در نظر مذهب حنفی امام بی طهارت است، نماز خواند یا نه؟ خواند. و این چنین شافعی هم وقتی که امام یک آدم مذهب شافعی هست آمد که امام حنفی هست و در مذهب حنفی قپیدن عضو مردی یا زنی شکننده طهارت نیست. در مذهب شافعی کسی عضو خود را میقپد، عضو مردانه خود را یا زنها عضو خود را، طهارتش میشکند. یک مذهب شافعی هست آمد امام حنفی هست، میداند که امام اگر عضوش را قپد خواندن میگیرد نماز را، برای که در مذهب وی تین شکننده طهارت نیست. پس چیکار کنه؟ امام بی طهارت است. یعنی در نظر آن آدمی که پیروی مذهب شافعی است نماز خواند یا نخواند؟ خواند. ببینید بعضی انسان ها تندرو هستند و لیکن با وجود اینکه تندرو هستند شیخ الاسلام ابن تیمیه را دوست می‌دارند. این قول شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمت الله علیه است. اگر مذهب مالک هستی در قفای شافعی خوان یا در قفای حنفی خوان یا در قفای حنبلی خوان، یا حنفی باشی مسجد حرام میروی آنها 20 رکعت نماز تراویح میخوانند و ویتری آنها خیلی که ما ذکر کردیم طبق سنت همین گونه ویتر میخوانند. بعد ویتر نمیخوانید؟ خوانید ویتر، هیچ گپی ندارد. اینها 4 امام ها و دیگر امام های اهل سنت و الجماعت خیلی که شیخ الاسلام رحمت الله علیه در کتاب نفیسشان رفع الملام عن ائمه الاعلام، رفع ملامت از امام های بزرگوار. یعنی شما باید این امام ها علمای اسلام رو ملامت نکنید، برای آنکه شیخ الاسلام رحمت الله علیه در همین جا گفتن که هیچ یک از امام های اهل سنت و الجماعت، نه امام ابو حنیفه، نه امام مالک، نه امام شافعی، نه امام احمد، هیچگاه قصداً خلاف قرآن و سنت عمل نمی کنند. آنها از روی اجتهاد میکنند. در نظر آنها همین عملی که فتوا دادن درست است. تکیه به حدیث کردن یا تکیه به آیت کردن یا از آیت و قرآن همین گونه برداشت کردن، از روی اجتهاد کردن. یعنی آنها قصداً خلاف سنت عمل نمی کنند. بنابراین همه امام های اهل سنت و الجماعت مجتهد هستند. اگر رفتو در یک مسئله خطا کردن آنها یک اجر میگیرند. والله تعالی اعلم. آیا شخصی که نمازها را قضا کرده است، مثال تقریبا 200 نماز را قضا کرده است و تصمیم میگیرد که 200 نماز را نمیخواند، توبه میکند و از نو شروع میکند، او را الله ببخشد، این کار او درست است؟ و لطفاً خواهشی دیگر هم این است که به سوالم پرتر جواب میدادید، منتدار میشدم. بارک الله فیکم. و علیکم السلام و رحمت الله و برکاته. بله، ما طرفداری به سوال ها پر جواب دادن هستیم. ان شاء الله در یک نوار درباره پر جواب دادن و 3 جواب دادن و کوتاه جواب دادن و سبب های آن و کدام اینها بهتر است از نگاه علم ان شاء الله بیان میکنیم. اما مسئله سوالتون که 200 نماز رو تقریبا قضا کردید، آیا آن را خوانده دهید یا اینکه نخوانید و همین خیلی توبه کنید؟ برای همگان معلوم است که حدیث در صحیح مسلم است که جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم بین الرجل و الکفر ترک الصلاه گفتند. بین یک مرد و کفر ترک نماز است.
یعنی بین مسلمان و بین کافر نماز است، چه که در حدیث ترمذی و نسائی و ابن ماجه آمده از جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم گفتند که العهد الذی بیننا و بینهم الصلاه فمن ترکها فقد کفر. عهدی که بین ما و بین کافرها هست نماز است، یعنی فرق ما نماز است، کسی که نماز ترک کنه کافر است. این حدیث ها صحیح است، ثابت است. علما رحمت الله علیه چی برداشت کردند؟ یک قسمی از علمای اهل سنت و الجماعت و آنم جمهور علما، امام ابو حنیفه، امام مالک، امام شافعی گفتند که این کفر دون کفر است. گفتند یعنی این کفری هست که نه کفری کبیر اکبر، کفری کلانی که مخرج من المله، انسان از ملت مسلمانی بیرون میبرد، این گونه کفر نیست. گفتند و یک طایفه از علما گفتند که این کفری مخرج من المله، کفری هست که انسان از ملت اسلام بیرون میبرد. گفتند لیکن یک چیز را خوب بدانید که تا 600 سال هجرت، یعنی بعد هجرت پیامبر صلی الله علیه و سلم تا سال 600 نبود شخصی که من مسلمان گوید و نماز نخواند. یعنی مسلمان که شد نماز خیلی که مسلمان های اروپا، امریکا، مسلمان هایی که گوییم جای های آنها جای اصلا نصارای یا جای کفر است، وقتی که اسلام قبول میکنند همان روزی که اسلام قبول کرده همان روز نماز میخوانند. اما مسلمان هایی که پدر و مادراشون و بابا گذشتگانشون مسلمان هستند، بسیاری آنها هستند که نماز نمیخوانند، مسلمان هستند نماز نمیخوانند، با اگر یگان کس کافر است کودک خفه میشن. مسلمانی اصلا باید همه ارکان اسلام رو باید اجرا کنید. خب خلاصه در این مسئله اختلاف قدیم هست و در علمای معاصر هم اختلاف میکنن، بعضی ها کافر میگن، بعضی ها کافر نمیگن، لیکن همه متفق هستند که گناه کبیره هست و همه مذهب ها حکم آن را قتل میدانند. فقط مذهب امام احمد میگوید که قتل است، حکمش حکم بینماز، نه جنازه خوانده می شود، نه کفن کرده می شود، نه در قبرستان مسلمان ها دفن کرده می شود، همین گونه یک چقوری کافته گور کرده می شود. اما مذهب امام مالک و مذهب امام شافعی میگن که کشته می شود، حکمش قتل است، لیکن نماز خوانده می شود، یعنی نماز جنازه، کفن کرده می شود و در قبرستان مسلمان ها دفن کرده می شود و همین کشته شدنش سبب می شود که کفاره گناهش می شود. میگن عموما در این مسئله اختلاف است. خب 200 نماز را قضا خوانید یا نخوانید؟ اگر شما اعتقاد کنید که ترک کننده نماز کافر است، نخوانید. برای چی؟ برای اینکه شما آن وقت کافر بودید. قول دوم، این قول جمهور علما، امام شوکانی حتی از 4 مذهب نقل کردند. گفتند که 4 مذهب در این قول است که نمازهایی که قضا کردید قضایی خوانده دهید. این قول دوم است و این قول هم واقعا دلیلهاش با قوت است. یعنی آنهایی که میگویند که تارک الصلات کافری از ملت بیرون نمیبرد، یعنی مسلمان است میگفتگی ها، یعنی آن آدمی که نماز را فرض میداند، خواندن نماز فرض است، حتمی است میگوید، لیکن تنبل است، این آدم جمهور علما میگن که مسلمان است. یعنی جمهور علما با در نوبت خود میگن که نمازهای قضایی که کرد وقتی که امروز نماز خوان شده است و به نماز شروع کرده است، اون نمازها را هم قضایی خواند. دلیل چی است؟ دلیل عمومی قول پیامبر صلی الله علیه و سلم، چه که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است، گفتند که فدین الله احق ان یقضى، قرض الله تعالی سزاوارتر است که صاف کرده شود. گفتند چه که یک زن گفت که یا رسول الله مادری من روزه قرض داشت و آن قرضهای خود را ادا نکرده وفات کرد. بعد پیامبر صلی الله علیه و سلم برای این زن سوال کردند که ارأیت لو کان علی امک دین اکنت قاضیتیه، اگر خبر ده برای من، اگر مادرت از مردم قرضدار باشد قرض مادرت را صاف میکردی، ادا میکردی؟ گفت که بله یا رسول الله. گفتن که فدین الله احق ان یقضى، قرض الله تعالی سزاوارتر است که صاف کرده شود، یعنی از نام مادرت روزه داشته ده. گفتن به همین قیاس کرده جمهور علما گفتن که همین گونه نماز را، حالان که نماز از روزه با قوت تر است، گفتن همین گونه یعنی که
کسی نمازهایش را قضا کرده است، این قرض است در ذمه‌اش، باید قرض را ادا کند. ولیکن شیخ الاسلام رحمت الله علیه یک قول عجیب گفتند. توبه کند، توبه نصوح کند کسی که نماز نخوانده است، بعد نمازهای نافله را زیاد کند. یعنی عیناً نماز خفتنی فلان روز گفته نیت کرده نخواند و نمازهای نافله را زیاد کند. مثلا هر روز 50 رکعت اگر نماز خواند، نمازهای نافله 20 رکعت یا 100 رکعت یا 40 رکعت یا 10 رکعت نماز نافله خواند، الله تعالی روز قیامت به جای نمازهای فرضی که نخواند عدد اینها را حساب میکند و به آنها میگذارد. به هر یک رکعتی که قضا کرده بود از نمازهای فرض، از نمازهای نافلهش گرفته میخواند. و بعضی علما رحمت الله علیهم گفتند که قضا نمیخواند. برای چی؟ برای اینکه در دین ما قضا نیست. گفتند خیلی که اگر کسی که به حج دیر کرد، در ماه ذوالحجه حج نکرد، در ماه محرم حج نیست در نزد مسلمان ها، در شریعت ما. من عمل عملا لیس علیه امرنا فهو رد. کسی که عملی کند که آن عمل در شریعت ما نیست و به خودش مردود است. در شریعت ما در ماه محرم حج کردن نیست. بنابراین قضا نخواند، فقط توبه کند و قضا نخواند. لیکن قول صحیح والله اعلم، اگرچه قضایی را عیناً 4 رکعت عصر و 3 رکعت شام گفته نخواند هم، چه خیلی که شیخ الاسلام گفتن، لیکن 2 رکعت نافله کرده خوانده ادا کند، به احتیاط نزدیک است. والله تعالی اعلم. میگویند یگان کس عاید ارزش های دینی سخنی قبیح کند، مثلا عاید ریش، چه حکم دارد؟ کسی اگر یگان سنت جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم یا یگان احکام شریعت، ها فرض است، ها حرام است، ها حلال است، احکام شریعت را، هر چیزی که متعلق به دین است، متعلق به الله تعالی، متعلق به رسول الله صلی الله علیه و سلم، متعلق به دین است، اگر مسخره کند یا حقارت کند یا بد بیند، و کافر است. کسی که ریش را بد بیند، گوید که این ریش برای من معقول نیست، چی در کار ریش مانده، من بد میبینم ریش را و ریشدارها را، گفت کافر میشم. یا که گفت که من حجاب را بد میبینم، گفت کافر میشد. یا نگویدم، نگفت، لیکن در قرارت قلبش بد میبیند، کافر است. بنابراین ما باید هر چیزی که الله تعالی دوست میدارد، هر چیزی که پیامبر صلی الله علیه و سلم دوست میدارند، آنها را باید دوست داریم. و نسبت دین الله تعالی و نسبت سخنهای پیامبر صلی الله علیه و سلم یگان ذره در قلب ما باید بدبینی یا نفرت نباشد. اگر کسی همین چیز را داشته باشد او کافر است. باید لا اله الا الله محمد رسول الله گفته بازگشت به این دین مقدس اسلام کند، توبه کند. میگویند درباره نکاح موقتی یعنی صیغه معلومات میدادید. نکاح موقت باطل است. کسی عقد کند که من با فلان زن یا با همین زن به مدتی مثلا 1 ماه یا 1 سال یا 1 هفته زندگی میکنیم، یا اینکه تا آن دمی که از سفر مهاجرت برمیگردم همراهت زندگی میکنم، وقتی که برگشتم نکاح ما بعد به پایان میرسد. همین خیلی عقد کند، این نکاح باطل است. این نکاح نیست، بلکه هر عملی که آنها اجرا میکنن زنا هست و نکاح موقت در شریعت ما حرام است. حتی اگر گوید که 100 سال زندگی میکنیم، تا 100 سال گفته اگر وقت ماند، این موقت است. نکاح ابدی باید باشد، وقت و ساعت نداشته باشد. خیلی که در صحیح بخاری و مسلم ثابت است، حضرت علی و عبدالله ابن عباس رضی الله عنهما گفتند که نهى رسول الله صلی الله علیه و سلم عن متعة النساء یوم خیبر و عن اکل لحوم الحمر الاهلیه. پیامبر صلی الله علیه و سلم از نکاح متعه ما را منع کردند و از خوردن گوشت خری خانگی. یعنی در روز خیبر ما را از این کارها منع کردند. اصلی نهی للتحریم. وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم نهی کردن یعنی منع کردن، این دلالت به آن میکند که این کار حرام است. و در صحیح مسلم آمده است که پیامبر علیه السلام گفتند که الا انها حرام من یومکم هذا الی یوم القیامه. آگاه باشید نکاح موقت از همین روز اعتبارا تا روز قیامت حرام است. گفتم انسان با نیت موقتا زن نمیگیرد، انسان با نیت ابدیت زیستن، با نیت نیک خانه‌دار میشد. و اگر در وقت عقد همین عقد را
گویند که این عقد موقتی هست، به مدت 1 ماه است یا 1 هفته است یا 1 ساعت است، که این عقد باطل است، این نکاح حساب نمی شود. میگویند بعد وفات پدر و مادر فرزندان باید مال و اموال را ترکه کنند. مثلا 4 فرزند، 2 پسر 2 دختر، دخترها برابر پسرها حق خود را میگیرند. بله، در اسلام میراث هست و تقسیمات میراث هست. بعد وفات شخص آن مالی که از او باقی ماند آن را بین میراثخورهایش، میراثخورها فقط پسرها و دخترها نیست، هر کسی که زنده ماند، عالم هایی که علم میراث را میدانند، طبق شریعت مالی که متروک است، یعنی از میت ترک شده هست، آن را بین آنها طبق قرآن و سنت تقسیم میکنند. گفتیم که آیا زنها هم دخترها هم برابری پسرها میگیرند؟ نه، برای آنکه الله سبحانه و تعالی در سوره نساء میگوید که یوصیکم الله فی اولادکم للذکر مثل حظ الانثیین. الله تعالی شما را در حق فرزندانتان وصیت میکند که للذکر مثل حظ الانثیین، یعنی مرد برابری نصیب 2 دختر نصیب میگیرد. مثلا پسر اگر $1000 گیرد، دخترها $500 میگیرند، یعنی نصفی مرد. برای آنکه وقتی که به سر پدر یگان مصیبت آید، الله تعالی همون مال مصیبت و آن مصیبت را برای پسرها و برای آنهایی که میراث میخورند از مردها تقسیم کرده است، نه برای دخترها. دختر شوهر دارد و نفقه زن بر بالای شوهرش واجب است. بنابراین دخترها شخصیتی دارند که آنها را پرستاری میکنند، نگاهبانی میکنند که آنها شوهراشان هستند. بنابراین شریعت با وجود این بر آنها نصف حق را با آنها جدا کرد، نصیبه آنها نصف پسرها هست. لیکن وقتی که مصیبت بر سر پدرشان در حیات پدرشان آمد، با آنها حق جدا نکرد که شما هم به این مصیبت حقدار هستید و پول آورده دهید نگفت، بلکه آنها را عفو کرد، برای آنکه آنها مال ندارند، اصلا آنها شوهر دارند و شوهری آنها بر آنها نفقه میکند. بنابراین در تقسیمات میراث دخترها نصفی پسرها را میگیرند، چه خیلی که الله تعالی در حتی عقیقه هم مشروع با زبان رسول الله صلی الله علیه و سلم این است که انسان اگر دختردار شود 1 گوسفند قربانی میکنه، اگر پسردار شود 2 گوسفند قربانی میکنه، برای آنکه ولیس الذکر کالانثی، برای آنکه مرد مانند زن نیست، نه در جسم، نه در قوت و نه در عقل و نه در دین. زنها اگر عادتی ماهانه بینند 5 روز نماز نمیخونن، 25 وقت نماز را مردها میخونن، یعنی آنها در دین هم برابر نیستند، در عقل هم برابر نیستند. الله سبحانه و تعالی در سوره بقره گفت که فاستشهدوا شهیدین من رجالکم فإن لم یکونا رجلین فرجل و امرأتان. شما وقتی که عقد میبندید، عقد خرید و فروش، 2 نفر را شاهد کنید، 2 مرد را شاهد کنید. اگر 2 مرد نیابید، 1 مرد و 2 زن گفت، 1 مرد و 2 زن. واقعا دین مقدس اسلام حقوق مرد و حقوق زن را برابر نمیداند. واقعا دین مقدس اسلام حقوق مرد و حقوق زن را برابر نمیداند، لیکن زنها را برده در صحراها کار نمی فرماد، به مهاجرت رفته به مردکاری امر نمی کند، حق آنها را بر ذمه شوهر کرده است که شوهر آنها را تأمین کند. حق زنها در اسلام بزرگ است. اگر شما گویید که حق مرد و زن برابر است، پس برای چی زنها در مسجد نماز نمی خوانند؟ پس برای چی حقوق زنها را پایمال کردید؟ حق زنها نصف حق زنها مردها هست در شریعت، ولیکن آنها مادر هستند، آنها همسر هستند، آنها دختر هستند. آنها را اسلام احترام کرده است، یک احترام کرده است که در زمان جاهلیت حقوق آنها پایمال بود. وقتی که دختری جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم حضرت فاطمه به خانه اشان به زیارت پدرشان می آمد، جناب رسول الله صلی الله علیه و سلم از جایشان می خستند، مرحبا می گفتند و به جایی که خودشان نشسته بود می شنانیدند و گفتند که کسی اگر 3 دختر را تربیه کند طبق دستور قرآن و سنت
این 3 دختر برای او پرده از آتش دوزخ می شود. در حق زنها و در حق دخترها شریعت اسلام بی نهایت مهربانی های زیاد کرده است. حتی یک سوره به نام نیسا هست، سوره زنها هست. احکام شریعت نسبت زنها عادل ترین حکم است. هیچگاه شریعت اسلامی حقوق زنها را پایمال نکرده است. همیشه برای احترام آنها و حمایه آنها و برداشتن حقوق آنها الله سبحانه و تعالی امر کرده است و پیامبر صلی الله علیه و سلم امر کردند. در همین قدر کفایتی میکنیم. الله سبحانه و تعالی گناههای ما شما را مغفرت گرداند و دعاهای ما را اجابت گرداند. برای هر یکی ما و شما الله تعالی علم نافع و عمل صالح را نصیب روزی گردان. از این دنیا، در این دنیا مسلمان واقعی زیستن و از این دنیا مسلمان حقیقی وفات کردن را نصیب روزی گرداند. و صلی الله و سلم علی نبینا محمد و علی آله و صحبه اجمعین.